خودتون رو معرفی کنین، از 1 تا 20 عدد انتخاب کنین. سلام، صبا بیانیم، 25 سالمه، عدد 9. خب من 3 تا سوال عجیب ازتون میپرسم. اگر قرار بود پول دیگه ارزشی نداشته باشه چی به جاش مهم میشد؟ زمان. اگه فقط یک سوال میتونستی از خدا بپرسی اون چه سوالی بود؟ اینکه چرا، هدف آفرینش چی بود؟ جالب بود. اگر که به نظر شما دنیا یک بار ساخته شده یا هی داره تکرار میشه؟ ساخته شدنش به نظرم یه بار بود، ولی خب ممکنه تکرارم بشه. خیلی متشکرم. میتونم این ویدیو رو بذارم تو صفحه‌مون؟